خاطرات صادق خلخالی در کتاب ایام انزوا. برای خیلی از همکارانم سوال بود که چگونه می شود اینها را سر جایشان نشاند. از پیش امام بازگشته بودم. داشتیم می آمدیم داخل کوچه منزل که از شیشه ماشین دیدم 2 بچه 15-16 ساله گویا مخفیانه چیزی با هم رد و بدل کردند. دستور دادم بگیرند و بگردنشان ببینم ماجرا چیه. خودم از کیف پسر این روزنامه مجاهدین را درآوردم. یادم هست فامیلی شریعتی بود. همونجا پسره رو با گلوله زدم و به همراهانم گفتم اینجوری باید با این جانوران برخورد کرد. محمد صادق صادقی گیوی، معروف به صادق خلخالی، در تاریخ 1 مرداد ماه سال 1305 خورشیدی تو شهر گیوی از توابع شهرستان خلخال استان اردبیل متولد شد. خلخالی تو سن 17 سالگی به قم رفت. اون دوران طلبگی رو زیر نظر افرادی مثل سید محمد حجت کوهکمری، سید حسین طباطبایی بروجردی و سید محمد حسین طباطبایی گذروند و همچنین 13 سال شاگرد روح الله خمینی بود. تو این کلاس ها بود که با مصطفی خمینی دوست شد. خلخالی تو خاطراتش از این دوره اینطور یاد میکنه: من از بچگی با مصطفی رفاقت داشتم و به خانه امام رفت و آمد میکردم و امام از درشتی و نترسی من خوشش میآمد. حتی یکی از دختران روح الله خمینی این قضیه رو تایید میکنه و تو خاطراتش میگه سال 1342 تو شبی که مشخص شد فردا می آیند و امام را دستگیر میکنند، آقای خلخالی به خانه ما آمد و یک گوشه خوابید و گفت آقا مرا بکشید هم از اینجا نمیروم، میمانم و فردا مگر از روی نش من عبور کنند و شما را ببرند. آقا اجازه دادند خلخالی در خانه بماند. بعد هم رو کردند به ما و گفتند ما به این جور آدم‌های خالص نیاز داریم. تو همین دوران بود که خلخالی با گروه تروریستی فداییان اسلام ارتباط پیدا کرد و تو چند خرابکاری شرکت کرد. حتی به این خاطر به مدت 1 سال از ورود به مدرسه فیضیه هم محروم شد. اما در ادامه با اوجگیری مبارزات انقلابی به رهبری روح الله خمینی، صادق خلخالی چندین بار دستگیر و به زندانهای قم و تهران افتاد. همچنین مدت 4 سال به نقاطی مثل انارک، لار، بانه، رفسنجان، رودبار و بندر لنگه تبعید شد و تا اواخر دوران پهلوی تو بندر لنگه در تبعید موند. سال 57 بعد از پایان تبعید، خلخالی به قم و از اونجا به پاریس پیش روح الله خمینی رفت و 12 روز قبل از ورود خمینی به ایران به کشور برگشت. خلخالی که سابقه دستگیری و زندان تو سالهای قبل از انقلاب رو داشت و همیشه کنار خمینی بود، 2 روز بعد از انقلاب تو تاریخ 24 بهمن 1357 با حکم روح الله خمینی به عنوان حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب منصوب شد. خلخالی تو خاطراتش در مورد نحوه انتخابش به عنوان حاکم شهر ماجرا رو اینطور می‌نویسه: خدا شاهد است که ما برای تصدی این مقام کوچکترین تلاشی نکردیم و حتی تا زمانی که به من ابلاغ شد از آن اطلاعی نداشتم. آقا با شناختی که از روحیه انقلابی من داشتند، عصر روز 24 بهمن 57 مرا به دفترشان احضار کردند و فرمودند این حکم را به نام شما نوشتم. حقیر پس از دیدن حکم به حضورشان عرض کردم آقا این حکم سنگین است. فرمودند برای شما سنگین نیست. گفتم مخالفین و وابستگان به طاغوتیان علیه من تبلیغ می کنند. آقا فرمود من پشتیبان شما هستم و بالاخره باید این حکم را به کسی بدهم که به او اطمینان داشته باشم. از اینجا بود که صدها نفر به حکم صادق خلخالی حتی گاهی بدون تشکیل دادگاه و اثبات جرم اعدام شدند که بیشتر اونها افراد برجسته کشوری و لشکری حکومت پهلوی بودند. اولین محاکمه ها 2 روز بعد تو تاریخ 26 بهمن ماه تو مدرسه رفاه، جایی که خمینی بعد از ورودش به ایران تو اون اقامت داشت، صورت گرفت. یکی از افرادی که تو این دادگاه‌های انقلابی که تو کلاس‌های مدرسه برگزار می‌شد حضور داشت، علیرضا نوری‌زاده، دبیر سیاسی وقت روزنامه اطلاعات بود که ماجرا رو اینطور تعریف می‌کنه: حدود 60-70 نفر در یکی از سالن‌های مدرسه زندانی بودند.
خیلی فضای بدی بود. تصور کنید حدود 70 نفر از بزرگان ارتشی، شهربانی، مجلس و دولت در یک اتاق باشند. نفس نمیتوانستند بکشند. فقط هویدا تو یک اتاق مجزا نگهداری میشد. من روزها برای تهیه گزارش به مدرسه علوی بر رفاه میرفتم. صبح پنجشنبه 26 بهمن ماه هم به مدرسه علوی برای تهیه گزارش رفتم. همان روزی که چندین نفر مثلا محاکمه شدند. آقای خلخالی به اونها میگفت شما جنایت کردید و مفسد فی‌الارض هستید. بیچاره ها اکثرشون حتی نمیدونستند معنی مفسد فی‌الارض چی هست و سوال میکردند یعنی چی؟ خلخالی میگفت یعنی تو حتی نباید آب بخوری. تو وجودت در زمین باعث انتشار فساد میشود و همین الان باید تو را کشت. حتی قبل از اعدام روی پشت بام گفتن بهشون آب داده شود، اما آب هم ندادند. گفتن مرتد و مفسد هستند و نباید آب بخورند. یادم نمی رود که فقط مرحوم هویدا و جعفریان که عربی بلد بودند میدونستند معنی مفسد فی‌الارض و محاربه با خدا چیه و الا بقیه نمیدونستند. مرحوم منصور روحانی میگفت من چه محاربه‌ای با خدا کردم و بعد خلخالی با لحن بدی جواب داد تو بهایی هستی. حتی احمد خمینی هم به تیمسار نادر جهانبانی گفت شما خارجی هستید و نادر جهانبانی جواب داد نه من همه اجدادم ایرانی بودم. طبق این گفته های علیرضا نوری‌زاده و خاطرات ابراهیم یزدی و حتی خود خلخالی تو این محاکمه خلخالی حکم اعدام 25 نفر رو صادر کرد که با دخالت افرادی مثل ابراهیم یزدی خمینی قبول کرد که فقط 4 نفر از اونها اعدام بشن. این 4 نفر عبارت بودند از ارتشبد نعمت الله نصیری رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور یا همون ساواک، سپهبد مهدی رحیمی آخرین رئیس شهربانی و آخرین فرماندار نظامی تهران، سرلشکر رضا ناجی فرماندار نظامی اصفهان و سرلشکر منوچهر خسروداد فرمانده هوانیرو که تو همون نیمه شب روی پشت بام مدرسه رفاه تیربارون شدند. علیرضا نوری‌زاده که به عنوان تنها خبرنگار تو لحظه تیربارون روی پشت بام مدرسه حضور داشته ماجرای اعدام رو هم اینطور تعریف می‌کنه. همون روز محاکمه تا حدود ساعت 4:30 عصر تو مدرسه بودم. بعد به روزنامه برگشتم و از اونجا به خونه رفتم. حدود ساعت 6 عصر بود که هادی خسروشاهی که با من دوست بود تلفن زد و گفت علیرضا امشب آتیش بارونه، پاشو بیا. با راننده و عکاس روزنامه تماس گرفتم. اومدند و با هم به مدرسه رفتیم. فضای مدرسه با چند ساعت قبل که اونجا رو ترک کرده بودم کاملا متفاوت بود. خلخالی که آستینهاش رو بالا زده بود من رو که دید خندید و گفت اومدی نعش کشی؟ گفتم چه خبره؟ گفت امشب اینها رو میفرستیم جهنم. خلخالی میخواست همون شب 25 نفر رو اعدام کنه، اما یزدی پیش خمینی رفت و چانه زد و فقط 4 نفر اعدام شدند. حدود ساعت 10:30 شب بود که گفتند دارن 4 اعدامی رو به بالا میبرن. اون شب هوا به شدت سرد و برفی بود. اصلاً حالت غریبی بود. وضعیت هر کدوم از اونها متفاوت بود. مرحوم ناجی خیلی خودش رو باخته بود و اشک هم میریخت. نصیری به خاطر اینکه تو بازداشتگاه خواسته بودند اون رو دار بزنند و طناب پاره شده بود، گردنش زخمی و صداش گرفته بود و به سختی شنیده میشد. سر و صورتش هم به خاطر مشت‌هایی که بهش زده بودند زخمی بود و مرتب میگفت یا علی. رحیمی بسیار استوار و قدرتمند ایستاد و چندین بار جاوید شاه و پاینده ایران گفت و تیرباران شد. اما خسروداد از همه دلاورتر بود. تحریشی هم در آورده بود. اون اجازه نداد که چشمش رو ببندند. حوالی ساعت 4 صبح بود که آقای خمینی رو بالا آوردن. آقای خمینی یک نگاه و لبخند پر رضایت زد و گفت الحمدلله به جهنم واصل شدند. بروید نماز شکر به جا بیاورید. بعد هم پایین رفت و یک عده هم پشت سرش ایستادند و نماز خوندند.
من هم به روزنامه رفتم و خبر رو در حد امکان اون روزها نوشتم و با عکس هایی که عکاس روزنامه از اعدام و بعد از جنازه ها تو پزشک قانونی گرفته بود منتشر کرد. ابراهیم یزدی هم تو بخشی از خاطراتش در مورد اون شب اینطور میگه: وقتی من رسیدم، خلخالی و تیمش مشغول گفتگو برای نوشتن ادعانامه علیه اعدام شدگان بودم. من بسیار عصبانی شدم و بر سر آنها فریاد زدم که شما چه دینی دارید؟ اول میکشید، بعد میخواهید کیفرخواست بنویسید. حتی خود صادق خلخالی هم تو کتاب خاطراتش درباره این 4 اعدام اینطور نوشته: در آن شب من تعداد 26 تن را محکوم کرده بودم که به دلیل دخالت‌ها فقط دستور اعدام 4 نفر یاد شده را صادر کردم. البته من با خوردن خون دل سرانجام توانستم 25 نفرشان را به تدریج اعدام کنم. مدت کمی بعد از اون شب بازداشتی‌ها از مدرسه به زندان قصر منتقل شدند و از اون به بعد محاکمه و اعدام‌ها تو زندان صورت گرفت. خلخالی تو زندان قصر افراد زیادی رو به سرعت محاکمه و اعدام کرد که از مهمترین اونها میشه به امیرعباس هویدا، نخست وزیر دوره پهلوی اشاره کرد. روز 18 فروردین 1358 خلخالی با 13 مأمور محافظ و فدایی خودش وارد زندان قصر شد و تلفن‌های زندان رو قطع کرد تا از اعمال نفوذها جلوگیری کنه و بعد با محاکمه کوتاه امیرعباس هویدا رو محکوم به اعدام کرد. خلخالی حدود 18 نفر از افراد بلندپایه کشوری مثل خانم فرخرو پارسا، وزیر آموزش و پرورش و اولین وزیر زن ایران رو محاکمه و اعدام کرد. اون همچنین حکم اعدام 91 نفر از مقامات عالی رتبه ارتش همچون سپهبد نادر جهانبانی رو صادر کرد. از چهره‌های اقتصادی و کارآفرینان بزرگی که خلخالی اونها رو محاکمه و اعدام کرد میشه به رحیم علی خرم و حبیب الله القانیان که فردی خیر و نخستین بنیانگذار شرکت‌های پلاستیک سازی پلاسکو و صنایع پروفیل آلومینیوم تو ایران بود اشاره کرد. از دیگر افراد معروفی که گرفتار حکم‌های اعدام خلخالی شدند میشه به اشرف چهارچشم و پری بلنده از خانم رئیس‌های شهر نو و مهدی بلیغ، بزرگترین کلاهبردار شناخته شده ایران اشاره کرد. همچنین سید جواد ذبیحی که مؤذن، مداح و مناجات خوان دعاهای مذهبی تو رادیو بود، به دلیل اینکه در پایان برنامه‌هاش برای سلامتی شاه دعا می‌کرد، توسط نیروهای مذهبی انقلابی رو بوده و تو بیابون‌های اطراف تهران به طرز فجیعی تکه تکه شد که بعدها صادق خلخالی تو کتاب خاطراتش نام سید جواد ذبیحی رو در فهرست کسانی قرار داد که حکم اعدامشون رو صادر کرده. تو دادگاه‌های انقلابی خلخالی هیچ کس حق داشتن وکیل رو نداشت. اون اعلام کرده بود فقط به کسانی اجازه داده می شود وکیل داشته باشند که لال باشند، یا حتی وقتی از اون سوال شده بود که شاید فرد اعدامی گناهی نداشته باشه، خلخالی تو جواب گفته بود اگر اعدامی گناهکار باشه که به سزای عملش رسیده و به جهنم میره، اگر هم گناهکار نباشه خب در این صورت به بهشت میره. 1 ماه بعد اعتراضاتی تو کردستان، گنبد کاووس و خوزستان شکل گرفت و خلخالی به عنوان حاکم شهر راهی کردستان شد تا به قول خودش با ضد انقلاب‌ها برخورد کنه. اون 11 نفر رو تو شهر پاوه در 28 مرداد 1358 و 20 نفر رو در شهر سقز تو 6 شهریور همون سال محاکمه و اعدام صحرایی کرد. اما با اعتراض دولت موقت خلخالی کردستان رو ترک کرد و از اونجا برای سرکوب ناآرامی‌ها راهی گنبد کاووس شد و در اونجا هم حکم اعدام 94 نفر رو صادر کرد. جزء فعالین بودن، برها اونم زمانی مخالف رژیم شاه بودن، ولی حالا به هر حال مشکلاتی با رژیم اسلامی داشتن. تجزیه کردستان را می‌خواست. ما مدارک زیادی داریم، کاغذایی داریم، امضای دست جمعی، امضای فردی که اینا می‌خواستن در کردستان تجزیه بشه. کردستان که یک کشور است و ما نمی‌تونستیم زیر. شما در مورد کردستان هم اجازه آیت الله خمینی رو داشتید؟ دستور جداگانه یا مثل همون دستور جداگانه از رادیو خوند که شما رو مأمور کردن به این کردستان؟ بله دیگه، گفتن شما حرکت
افلاطون قطع کرد برنامه بود. تو اینا ریخته بودن قهوه رو اشغال کرده بودن. امام ناراحت بود. امام گفت اعدام‌های صادق خلخالی فقط به داخل کشور ختم نمی‌شد و اون گاهی حکم اعدام غیابی افرادی که خارج از کشور بودند رو هم صادر می‌کرد و مدتی بعد اون اشخاص توسط افراد ناشناسی ترور می‌شدند. از جمله این افراد میشه به افسر نیروی دریایی شهریار شفیق، خواهرزاده محمد رضا شاه و فرزند اشرف پهلوی که در پاریس ترور شد و یا رئیس تیم بازجویی ساواک منوچهر وظیفه خواه که سال 1359 تو ایستگاه پلیس لندن به قتل رسید اشاره کرد. خلخالی بعد از سفر محمد رضا شاه به مکزیک هم اعلام کرد که گروهی از اعضای فداییان اسلام رو برای ترور اون اعزام کرده و همچنین گفت با ایلیچ رامیرز سانچز تروریست معروف آمریکای جنوبی برای ترور شاه هماهنگی هایی رو صورت داده. اون حتی مبلغ $140,000 جایزه هم برای قتل شاه در نظر گرفته بود. در زمانی که خلخالی حاکم شهر بود، تجاوز جنسی به زندانیان زن و مرد طی بازجویی به منظور گرفتن اعتراف از طرف اون مجاز اعلام شده بود. خلخالی همچنین برای زنان محکوم پیش از اعدام صیغه اجباری با پاسدارها به منظور تجاوز جنسی بدون گناه در نظر گرفته بود و در این مورد گاهی حتی باردار بودن زن زندانی هم اهمیتی نداشت. خلخالی علاوه بر این رفتارها علاقه زیادی به باورهای ضد ملی و تخریب آثار باستانی داشت. تو اردیبهشت سال 1359 با وجود مخالفت جبهه ملی و دولت بنی صدر، آرامگاه رضا شاه به دستور اون توسط نیروهای سپاه و حدود 200 نفر به کلی ویران شد که البته این اقدام توسط روح الله خمینی مورد تایید قرار گرفت. همچنین خلخالی سعی در تخریب آرامگاه فردوسی و تخت جمشید داشت، اما این بار با مقاومت مردم مرودشت و پرسنل تخت جمشید و مخالفت افرادی همچون پرویز ورجاوند، وزیر فرهنگ وقت، نصرالله امینی، استاندار فارس، شهریار عدل، باستانشناس و سید محمود طالقانی تو انجام این کار ناکام بود. خلخالی انجیل کتاب مقدس مسیحیان رو کتابی مهمل و با دروغ‌های شرم‌آور می‌دونست و یهودیان رو قومی جنایتکار می‌نامید. اون حتی رساله‌ای با عنوان کوروش دروغین و جنایتکار نوشت و در 57 صفحه منتشر کرد. تو این رساله که برخی اون رو فحشنامه میدونن، کوروش رو سفاک و خونریز نامید و به لواط و بی‌بندوباری متهم کرد و طرح بزرگی اون تو ایران رو سیاسی و توطئه یهودیان دونست. اواخر سال 1358 بود که محمد بهشتی به عنوان رئیس قوه قضاییه ایران منصوب شد. اون در آغاز ریاستش از نخستین کارهایی که انجام داد برکناری خلخالی تو اسفند ماه همون سال بود. هرچند خلخالی از سمت ریاست دادگاه‌های انقلاب برکنار شد، ولی همچنان با حکم بنی صدر در سمت ریاست کمیته مبارزه با مواد مخدر قرار داشت و تو این مقام هم با اینکه حاکم شهر نبود، به صورت خودسرانه دست به اعدام قاچاقچیان و حتی گاهی مصرف کننده های مواد مخدر میزد. اما یکی از بدترین محاکمه‌های خلخالی تو شیراز و در همین زمان اتفاق افتاد که ماجرا از این قرار بود. تو تاریخ 12 تیر ماه 1359 عبدالحسین دستقیب امام جمعه شیراز با خلخالی تماس میگیره و اینطور میگه: تا کنون در شیراز هیچ کس اعدام انقلابی نشده و این ننگ بر پیشانی شیراز است. خلخالی با اینکه دیگه حاکم شهر نبود به شیراز رفت و 14 نفر که عده‌ای از اونها سران ساواک بودند رو اعدام کرد. از جمله خانومی به نام نصرت گوهر طلیعی. این خانوم یهودی و ساکن شیراز بود و در یک آرایشگاه زنانه کار میکرد. متأهل بود و 4 فرزند داشت و در زمان دستگیری 3 ماه باردار بود و هیچ مدرکی علیه اون وجود نداشت. تنها به استناد حرف یک پاسدار سپاه خلخالی این زن رو اعدام کرد. در واقع نیروهای خلخالی در پی زنی روسبی به نام زهرا بودند، اما وقتی زهرا رو پیدا نمی‌کنند به آرایشگاهی میرند و خانم گوهر طلیعی رو با خودشون پیش خلخالی میبرند.
اعدام این زن باردار و افراد دیگه تو همون زمان اثر تلخی بر روان شهر شیراز گذاشت. خانواده نصرت گوئل به یکی از مراجع تقلید شهر به نام بهاءالدین محلاتی شکایت کردند و اون هم تو تاریخ 25 تیر 1359 نامه‌ای به خمینی نوشت و از این اعدام‌ها با کشتار فضاحتبار شیراز یاد کرد که قسمتی از نامه بهاءالدین محلاتی به خمینی اینطور بود: آیا می‌دانید که این آوا چگونه 14 نفر را در مدتی کمتر از 10 ساعت به قول خودش بدون محاکمه و بدون مطالعه پرونده ها کشته کرد و در حالی که حتی اجازه ملاقات با خانواده ها را نیز نداد؟ تا اینکه به دلیل اعتراضات و انتقادات زیاد نسبت به عملکرد اون، روح الله خمینی تو اسفند 1359 خلخالی رو از این سمت برکنار کرد. البته این اتفاق پنهانی بود و رسانه‌ای نشد و به مردم اعلام شد که خلخالی خودش از این پست استعفا داده. البته باید گفت خلخالی با تمام این کارهایی که انجام میداد باز هم تو اون دوره بین مردم طرفداران خودش رو داشت و بعد از برکناری از ریاست کمیته مبارزه با مواد مخدر تو انتخابات مجلس کاندید شد و تونست با رأی بالا 3 دوره نماینده مردم قم تو مجلس شورای اسلامی و همچنین 1 دوره نماینده مردم تهران تو اولین دوره مجلس خبرگان رهبری بشه. اما بعد از فوت خمینی، خلخالی که از یاران نزدیک اون بود منزوی شد و پستی از طرف خامنه‌ای دریافت نکرد و از صحنه سیاسی کنار گذاشته شد و حتی تو انتخابات ها هم رد صلاحیت شد. این در حالیه که در زمان حیات خمینی و قدرت داشتن خلخالی خیلی از انقلابیون یا با اقداماتش موافق بودند و یا در برابر اون سکوت کردند. اما بعد از مرگ خمینی تمام اونها با نسبت دادن جنایت‌های اوایل انقلاب به خلخالی فرصت مناسبی برای بیگناه نشون دادن خودشون و کنار گذاشتن اون پیدا کردند و از اون به بعد عده زیادی از سران حکومت شروع به موضع‌گیری علیه اعدام‌های خلخالی کردند. از جمله مصطفی میرسلیم که در سال 1398 طی مصاحبه‌ای در مورد خلخالی و اقداماتش تو اون دوره اینطور میگه: خلخالی که حالا طرف اعدام میکنیم اگر که گناهکار بود که بیاد جهنم، اگه نبود که خب بهش میگفتن این چیزا. حالا روش‌های دیگه شما شنیده بودید این رو؟ بله، روش‌های دیگه هم بود که بدتر از این بود. من می‌دونستم که بخش از همراهان ایشون بودن برای اینکه مثلا مجوزی پیدا کنن که راه پیدا کنن داخل یه منزلی بخشی از مواد مخدر غیرضروری که پرتاب می‌کردن و بعد گفتن که ما اومدیم برای تفتیش و بالاخره می‌دونستیم که چیکار کنیم. خلخالی به اجبار به تدریس تو حوزه علمیه قم مشغول شد و تو سالهای آخر عمرش شروع به نوشتن خاطراتش در قالب کتابی با نام ایام انزوا کرد. خلخالی تو مصاحبه‌ای با صادق صبا، خبرنگار بخش فارسی BBC، از گذشته خودش اظهار رضایت کرده و گفته بود چنانچه هر یک از اعدام شده ها به دست من امروز زنده بود، دوباره اونها رو اعدام می‌کردم. در نهایت صادق خلخالی در روز 5 آذر 1382 در انزوا و بر اثر یک دوره سخت بیماری سرطان در سن 77 سالگی فوت کرد و تو یکی از حجره‌های صحن بزرگ آرامگاه فاطمه معصومه تو قم به خاک سپرده شد. اما همچنان تا واپسین روزهای عمرش و تو بستر بیماری از اعدام‌هایی که انجام داده بود دفاع می‌کرد و اظهار پشیمونی نکرد. در حال حاضر آمار دقیقی از اعدام‌هایی که توسط خلخالی صورت گرفتند وجود نداره. البته طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل گفته میشه 438 نفر از انقلاب 57 تا اسفند 1358 طی 1 سال تو ایران اعدام شدند و این در حالیه که حتی خود خلخالی هم به دلیل تعداد زیاد اعدام‌ها حسابشون رو از دست داده بود. داری میگو یک از محسنات شما همین گفتش که حسن شما یکی کسی که محکوم به اعدام میکنی پای میستی حکم اعدام اجرا میشه بعد میری میخواب. یعنی در واقع شما یک لذت میبردین از این کار. چه کار داری حالا تو؟ ما محکوم بلدیم چیکار آقای خلخالی اگر اوضاع برگرده شما فکر میکنید سرنوشتتون چه خواهد بود؟ برگرده سرنوشتمون اعدام.